بیایم با هم دیگه تاپ 10 غذا رو از نظر من مرتب کنیم. هات داگ بد نیست. 4. ساندویچ ساده است. خب من ساندویچ زیاد دوست ندارم. 6. سیب زمینی دلنشین، خوش‌طعم، فرح بخش. 3. فکر کنم مرغ کره‌ایه. فکر کنم شیرینه، چون من غذای شیرین دوست دارم، نخوردم تا حالا، بعد چون من غذای شیرین دوست دارم 9 میذارم. اسمش رو یادم رفته. غذایی فکر کنم مکزیکیه. تاکو فکر کنم. 5. همبرگر. 2. اینم همون همبرگره. فکر کنم همون برگره. پس همون 2، ولی خب بذارمش الان 7. ناگت یا شنسل دوستش دارم، ولی خب چون یکو برای یه چیز دیگه نگه داشتمش میذارمش 8. سوشی تا حالا امتحانش نکردم، ولی خب چون ذائقه‌مو میدونم شاید بعدا امتحان کنم خوشم بیاد، پس میذارم 10. پیتزا ماما میا ماما سیتا کوچلا.